بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این صحبت اولی ما جواب و رد به خوارج های زمانه و برأس خوارج هایی که در بین ملت فارس وجود دارد، این ابو محمد کردی خوارج است که در یک چند حلقه ها ان شاء الله رد و به شبهات او و به گمراهی او جواب خواهیم داد. مقدمه کمی پیش از داخل شدن به صلب موضوع این است که برادرانم و خواهران موحدم، الحمدلله رب العالمین که الله سبحانه و تعالی به من و شما توفیق نعمت هدایت را، نعمت توحید را نصیب کرده است که وسط باشیم در بین غلات و جفات، در بین خوارج ها و مرجئه های جهمی ها. امروز زمانه چنان شده است که از یک طرف مرجئه ها، جهمی ها، غلات، کسانی که مشرک را مسلمان می نامند و طاغوت ها را اطاعت می کنند و عبادت می کنند و حمایت و دفاع می کنند، جوش و خروش زده اند و امت را شب و روز به هلاکت می برند، به مانند حزبی ها و سروری ها و بگویم قبوری ها و مداخله و اینا. برادران مشرکین، از جانب دیگر نباید فراموش بکنیم که امروز در بین امت اسلامی خوارج ها هستند که عقیده های باطل خود و شبهات باطل خود را در بین امت اسلام میکارند و منتشر میکنند. تا امروز بسیاری ها از عقیده خوارج خبری نداشت و خبر داشته باشد هم شاید غلط فهمیده بود، زیرا که بسیاری شناخت خوارج از زبان جهمی ها شده است. جهمی ها، این مرجئه های زمانه، اهل سنت را خوارج میگویند، اما خوارج حقیقی که باید شناخته شود مرجئه ها نمیشناسند. از همین سبب به مردم عامه شناخت خوارج تا امروز نرسیده است. اما به سبب این اینترنت و به سبب این وسایل اخبار و غیره، امروز شما خوارج های حقیقی را که در کتاب میخوندید، از علما میشنیدید، رویش را، چهرهش را میبینید و از زبان خود خوارج عقیده خوارج را میبینید. بله برادرانم و خواهران موحدم، تا امروز ما شب و روز کوشش میکردیم و مبارزه میبردیم ضد جهمی ها، مرجئه ها، این غلاتی که مشرکین را برادر میگویند، و بالاخره حقیقت این طائفه جهمی را، حقیقت این طائفه که برادران مشرک هستند و دفاع کنندگان مشرک هستند به شما آشکار شد، واضح شد. و در همین حالت الله سبحانه و تعالی خواست که شما خوارج را هم بشناسید. وقتی که هم جهمی را شناختید و بعد از این خوارج را شناختید، در حقیقت راه هدایت برای شما آسانتر می شود و ثابت قدمی شما در راه حق باز قویتر خواهد شد، زیرا که فهمیدن فرقه های باطل شما را به راه حق می برد. می دانید که این راه خوارج است
و فلان انسان خوارج و عقیده و منهج خوارج و جماعت خوارج این است و میدانید که این راه جهمی و مرجئه است و از هر دوش پرهیز میکنید. حالا فرصت رسیده به ما که بعد از بیان گشتن جهمی ها و مرجئه ها و رد زدن به این بسیاری عاذری های زمانه شروع بکنیم رد و جواب گفتن را و کشف شبهات این یک طائفه بدعتی گمراهی دیگر را که خوارج است به شما بیان بکنیم. برادرانم و خواهران موحدم، بله ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت منهجمان همین است که هر فرقه باطلی که هست باید او فرقه را به مردم نشان بدهیم تا که مردم گمراه نشوند. جهمی ها را شناختید، اما الحمدلله که خوارج های خوابیده امروز خود به خود بیدار شده و عقیده خود را خودشان به دهان خودشان میگویند. زیرا که شما تا امروز چندین بارها شنیدید، ده ها مراتب از جهمی ها شنیدید که ابو محمد مدنی عقیده اش عقیده این است و آن است و ما را متهم کردند و به ما تهمت زدند به سوی خوارجی. اما ما به اونها گفتیم که سبحانك هذا بهتان عظیم، پاک است الله سبحانه و تعالی و این سخنی که شما جهمی ها، عاذری ها، ای مداخله و طاغوت پرستان و دیگر سروری و حزبی ها در حق ما میبندید و ما را تهمت میکنید به خوارجی، ما از این تهمت شما پاک هستیم و شما خوارج حقیقی را نشناختید و شما هم در حیرت بودید که خوارج حقیقی کی باشد، آیا در این زمان هست یا نیست. ما به شما میگفتیم بله هست. ما به بسیاری اونها بحث و مناظره کردیم و اونها معلوم است و مشهور است عقیدهشون. اما الحمدلله که امروز یکی از خوارجایی که به نهایت سرسخت است و خوارج است که آشکار عقیده خوارجش را بیان میکند و نوارهایش با آشکار و واضح در یوتیوب وجود دارد. ان شاء الله خود شما فهمیدید که خوارج کی بوده است. یکی از خوارج هایی که امروز در بین ملت فارس برآمده این ابو محمد کردی هست. ابو محمد کردی کردهای ایران، خودش از سرزمین ایران اما ملتش کرد است. این ابو محمد 100% اصول اعتقاد خوارج را گفته و عقیده اش عقیده خوارجی است و حکمش خوارج است و این یکی از گمراهان است که کسی که همین عقیده انسان را قبول بکند و تقلید بر عقیده اش بکند و جانبدارش باشد، داند که این جانبدار خوارج است، هم عقیده خوارج است و خودش هم خوارج است. پس ببینید مرجئه های جهمی از عاذری هایی که ما تا امروز بحث کردیم، قبوری، صوفی، این دیگر از فرقه های باطل، اهل سنت را، ما طالب علمان اهل سنت را که سالها در نزد علمای اهل سنت خوندیم خوارج میگویند. اما در روبروی خوارج حقیقی اینها ساکتند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تا زمانی که این جهمی ها را کسی رد نزند، به نام اینها رد نزند، اینها دفاع از اسلام نمیکنند. اگر عقیده اینها را گفتی که فلان انسان عقیدهش باطل است، به خاطر دفاع نفسش میبراید، اما به خاطر دفاع اسلام نمیبراید. شما ان شاء الله بعد از این واقعه برآمدن این ابو محمدی بگویم کردی خوارج، خوب بار دیگر جهمی ها را شناختید که جهمی ها یک ماه هست و 2 ماه هست یگان بار نبرآمدند به ضد این خوارج صحبت بکنند. ما انتظار بودیم، به اونها میدان را ترک کردیم. 1 ماه 2 ماه هست ما خاموش نشستیم کنی ببینیم که مرجئه ها آیا در حقیقت همون دعوایی که میکردند ما ضد خوارج صحبت میکنیم، ما خوارج را انکار میکنیم، آیا کردند؟ نکردند. در حالتی که این خوارج زمانه الله خارش بکند، همه علمای اهل سنت را از متأخرین علمای عصر حاضر تا زمان سلف تا تابعین تکفیر کرد و در لازم القولش حتی تکفیرش تا صحابگان و بعد از صحابگان تا رسول الله میرسد که ما بیان میکنیم.
اما اینو خاموشن مرجع. به خاطر چی؟ برای مرجع فرقی ندارد، برای جهمی ها فرقی ندارد، برای این حزبی ها، لشکران اردوغان و غیره و سروری ها فرقی ندارد. برای اینکه مقصد اینها مبارزه بردن با خوارجی نیست، مقصد اینها بیان کردن حق نیست، مقصد اینها پیشگیری عقیده صحیح اهل سنت و الجماعت است. هم خوارج ها از اهل سنت میترسند و هم از مرجعه ها میبینیم که از اهل سنت میترسند. و این چنین از جانب دیگر خوارج ها، ببینید ابو محمد کردی خوارج به آذری ها یا که بگوییم به حزبی ها یا به دیگرهایش به مرجعه ها رد نزد، برآمد یک باره علمای اهل سنت و سلف اهل سنت رو و طالب علمان اهل سنت رو تکفیر میکند. یعنی خوارج هم به جهمی کار ندارد، جهمی هم به خوارج کار ندارد. جهمی هم فقط ضدیتش به اهل سنت است و مبارزه اش و ردزنیش و حرکتش برای نابود کردن اهل سنت است. خوارج هم همه حرکتش نابود کردن اهل سنت و الجماعت است. زیرا که هم خوارجی گمراه شدگان و هم جهمی های این مرجعی زمانه غلاطا میدانند که خطری اساسی برای هر دو این طایفه طالب علمان و علمای اهل سنت و الجماعت و منهج اهل سنت و الجماعت است. این یک مقدمه بود که شاید شما با همین مقدمه کمی درک بکنید که مبارزه در اینجا فقط مبارزه حق باطل است. مبارزه جهمی ها فقط با اهل سنت و الجماعت است و مبارزه خوارج ها هم فقط با اهل سنت و الجماعت است. خوارج و جهمی به هم دیگریش یگان مراتبه روبرو نشده است. کم است روبرو شدن اینها، بینات کم است و امروز ما دیده شدیم که خیلی کم است. همه مدخلی ها وقتی که خوارج گویان صحبت میکنند، ما علمای بزرگش رو دیدیم که اینها فقط علمای اهل سنت رو خوارج میگن، خوارج حقیقی رو گذاشته سر دادن. و این بود مقدمه. و مسئله دوم این است، مقدمه دوم این است که باید خوب بدانید برادران عزیز، یهود و نصارا غرب در بالای امت اسلام شب و روز نقشه میکشد و فکر میکند. زمانی که در آخر عصر 20 سالهای 80 و 90 آهسته امت اسلام به بیدارشوی شروع کرده بود و بالخصوص زمانی که در افغانستان و این و آن حرکت های به وجود آمد و غرب خواست که این بیداری اسلام رو نابود بکند، در بین همون قشری که همون طائفه از جوانهایی که زنده شده بودند به بینشون عقیده جهمی و ارجائی و آذری را منتشر کرد. در بین جوانهای اهل سنت و الجماعت مخصوص انسانهای را و مخصوص طائفه های را آماده کرد و روانه کرد که عقیده ارجاع را پهن کردند و بالاخره این جوانهای بگویم سر برآورده را، این جوانهایی که زنده شدن اسلام و مسلمین را میخواستند، به سبب منتشر کردن عقیده جهمی از راهشان گردانیدند و اینها را بالاخره نابود کردند و بیدار شدن اسلام را به واسطه منتشر کردن عقیده جهمی نابود کردند. اما در عصر 21 این غرب و این کفار آموختند و دیدند که دیگر این فکر و اندیشه جهمی جوانهای امت را راهگم زنانیده نمیتواند. غرب، امریکا و این کفار یهود و نصارا خوب آموختند که تمام است 20-30 سال شد یا 30-40 سال جهمی ها در حقیقت همه جوان ها را گمراه کردند، اما در مدت این 40 سال بالاخره علما و طالب علمان اهل سنت و الجماعت جای مشکلی و مریضی و کمبودی را و همون دردی که امت را نابود میکند بالاخره تشخیص دادند و علما فهمیدند و درک کردند که اساسی مریضی و اساسی مشکلی و مصیبت برای امت این جهمی ها است. ما باید جهمی را نابود بکنیم. الحمدلله در این دهه اخیر، 10 سال اخیر، به نهایت مبارزه های شدید ضد جهمی ها الحمدلله از جانب علما و طالب علمان اهل سنت و الجماعت افروخته شد و بالاخره تمامی طائفه های جهمی، حزبی باشد، سروری باشد، مدخلی باشد، قبوری باشد، به مردم آشکار کرده شد. مردم فهمیدند و وقتی که مردم فهمیدند از جهمی خلاص شدند، غرب
شما را ترک نکرد. بدانید ای امت اسلام، ای جوانها، بدانید که غرب شما را ترک نکرد. بجای جهمی، وقتی که شما جهمی ها را فهمیدید و گفتید که تمام ما این مرجع را شناختیم، گفتید به بین شما یک عقیده دیگری را دارد منتشر میکند، این عقیده خوارجی است. من در نزد کبار علما این سخن را شنیدم در مدینه منوره که علمای اهل سنت و الجماعت، شاگردان علی بن خدیر و غیره، عیناً همین سخن را میکردند که نصیحت میکردند به ما که احتیاط باشید که عقیده جهمی را منتشر کردند که ما فهمیدیم و جهمی ها را از بین امت داریم نابود میکنیم و جوان ها عقیده جهمی را فهمیدند. الان که جوان ها کمی متحمس شدند، کمی شجاعت دار شدند، غربی ها به واسطه این حاکم های مرتدین طاغوت ها، مخصوص طالب علم ها یا که علمای ساخته خودشان را میسازند عقیده خوارجی را دارند منتشر میکنند. سبحان الله. خودی کفار برای امت عقیده خوارجی را دارند منتشر میکنند. چرا؟ برای غرب فرق ندارد، یا شما در عقیده جهمی باشید یا در عقیده خوارج باشید، زیرا که هر دوی این عقیده باطل هم سببی شکست شما از درونتان می شود و سببی نابودی شما می شود. تا دیروز جهمی ها سببی شکست ما بود، اما امروز سببی شکست ما را غرب و کفار و رافضه ها و قبوریان نقشه کشیدن که خوارج باشد. زیرا که جوان ها از مدخلی و این حزبی ها دلگیر شدند، از ظلم ظالمان دلگیر شدند، انکنون غضب دارند، انکنون از این غضب، از این دلگیر شویشون استفاده میبرند خوارج. از همین جهت ببینید در سرزمین ایرانی که ملت فارس است اما رافضه است، حکومت رافضگی است، الله لعنتشون بکند این مشرکین و رافضه ها رو. یک جوانی اهل سنت وقتی که می براید به خودش کانالی میکشاید در یوتیوب و عقیده اهل سنت را منتشر میکند یا یک دو کلمه سخن میکند، او را نابود میکنند. حتی ایرانی، یک برادر موحد اگر از ایران باشد و عقیده اهل سنت و الجماعت را این جوان داشته باشد، نه فقط در ایران، حتی در دیگر کشورهای دنیا امنیت ندارد، باید پنهان بگردد. یک عالم حقیقی اهل سنت و الجماعت نه فقط در درون ایران نمیتواند که صحبت بکند، نمیتواند که زندگی بکند، حتما او را نابود میکنند، بلکه در دیگر کشورهای دنیا او نمیتواند که آزادانه صحبت بکند، او را نابود میکنند. اما ببینیم امروز من چقدر خوارج ها رو میدونم، یک چند خوارج ها رو میدونم که با واسطه تلگرام مدت 1 سال است که با من در تماس هستند، یعنی بحث و مناظره کمی کوچک طولانی میکنیم، در ایران زندگی میکنند، آشکار و واضح در ایران زندگی میکنند، میگردند، اونها کانال های خواهند یوتیوب دارند، به صورتشون به نمودشون آهسته میگردند. ما میگوییم که رافضه ها هم نقشه دارد که در بین امت خوارج را منتشر کند. ببینید هر یک فرقه های باطل میخواهد که به خودش نزدیکترین یک طایفه باطل را منتشر کند. مثلا در بین تاجیکستان رافضه ها میخواست در اول عقیده اشعری را پنهان کند، زیرا که وقتی که اشعری شدی تو رافضه شدنت خیلی هم خوب است، یا ماتریدی شدی بعد از این یک زینه دیگر برای تو چی میشوی؟ رافضه میشوی. رافضه هیچگاه یک بار تو را به رافضگی دعوت نمیکند، یا برای رافضه شرط نیست که همه رافضه بشود. وقتی که دید که جوانهای اهل سنت دیگر رافضه رو کفر میگویند، بگذارد عقیده خوارج رو بگیرد، زیرا که رافضه هم همه اهل سنت رو کفر میگوید، 4 امام رو کفر میگوید، سلف صالح رو کفر میگوید، صحابگان رو کفر میگوید. خوارج هم عیناً در باب تکفیر همین عقیده رو دارد. والله اعلم روز شاید شود که خوارج و رافضه ها یک جا شوند و اهل سنت را به قتل رسانند، همچنین می شود، زیرا که از باب تکفیر خوارج و رافضه در یک منهج هستند، در یک بگویم کشتی هستند، در یک سفینه هستند. الله المستعان. از همین جهت می بینیم که ابو محمد کردی خوارج در کجای از کجای نباشد، آشکار و واضح
تکفیر میکند همه علمای اهل سنت رو و باز خودش رو یکی از طرفدارانی گویا که اهل سنت و الجماعت و خودش رو مغز اهل سنت و الجماعت، ریشه اهل سنت و الجماعت میگوید، اما آزاد گشته است. تو جایی که به ما خبر رسید در ایران است، والله اعلم، الله میداند، اما در کجای نباشد هم این را مخصوص رافضه ها آزاد سرد میدهند تا که عقیده خوارجی را منتشر کند و برای ایران این یک فایده آور است، زیرا که مردمی مسلمان، جوانهای مسلمانی ملت تاجیک، افغان و ایران، بالعموم ملت فارس، وقتی که خوارج میشوند برای ایران این خوب است، برای ایران یعنی حکومت رافضه این خوب است. از همین جهت ما میگیم که رافضه ها را نه فقط رافضه ها خوارج را دارند منتشر میکنند، بلکه حکومت سعودی هم دارد خوارج را منتشر میکند و در بین موحدین قرار میده تا که موحدین به واسطه خوارج هم دیگر کشی کنند. خوارج می آید اهل توحید رو تکفیر میکند و بالاخره یک باره حکمش رو بعد از تکفیر که میارد خون مالش رو حلال میگرد و به قتل میرساند. انا همین است که بسیار حرکت های اسلامی از دست خوارج و از دست جهمی نابود می شود. عذری های بودند که برادران زیادی را در میدان ها گفتند که تو آیا مشرک را مشرک میگویی؟ وقتی که برادر موحد گفت که بله ما مشرک را مشرک میگم، مشرک را مشرک گفتن اصل دین است، گفتن این خوارج است، بردند و قتل کردند. عذری ها هم خبیث است. عذری ها چقدر علما را نابود کردند، چقدر علما را در میدان ها قتل کردند، گفتن خوارج است، بردند قتل کردند صدها علما را، عذری ها. و این چنین خوارج ها جمع شدند و بالاخره به ضد طالب العلم و علمای اهل سنت و الجماعت سنگ انداختند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند که خوارج ها کسانی هستند که در حدیث متفق علیه آمده است یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. انا همون رو اینها ثابت کردند. اهل اوثان رو اینها به یک طرف میگذارند، با کفار مشرکین اینها دوست هستند، کفار مشرکین رو مطلقاً شهادتش رو قبول میگن. خیلی که ابو محمد کردی خوارج میگه، ما به او رد میزنیم و جوابش رو میگیم، اما اهل سنت و الجماعت رو تکفیر و حتی کفار اصلی و بالاخره خونش و مالش رو حلال و بر ضد مسلمان ها میجنگن. این مقدمه بود. اما حالا میخواهم فقط در یک موضوع کمی صحبت بکنم. موضوع اولی ما در باره صحبت من و ابو محمد کردی خوارج می رود. یک روز قبل یا 2 روز قبل من به ابو محمد کردی خوارج تماس گرفتم. بالاخره نباید از موضوع بیرون میشد، از موضوع بیرون شد. من وقتی که او را داشتم که از موضوع بیرون نشو، غضبش میبرد و بالاخره تکفیر میکند، آیات هایی که به موضوع تعلق ندارد میآرد. بالاخره خوارج ها جهالتشون از جهمی ها دیده سخت‌تر است. اما به من فرصت نمیدهد که من بگویم که از موضوع بیرون نشو، بیا در همه موضوع صحبت بکنیم. و بالاخره در آخر جوال مرا خاموش کرد و یعنی تلفن مرا بست، بگویم تلفنش رو خاموش کرد و رفت. و صحبت قسم دوم ما سبحان الله از سبب دیکتافون من کار نکردن، قدر الله ما شاء فعل، فعال نشد، یعنی تسجیل نشده است، صدا نآمده است. و من سلسله ردها را ان شاء الله آماده کردم از شنیدن عقیده این خوارجی، یعنی جلد زینه به زینه در یک چند حلقه ها هر یک موضوعش را ان شاء الله جواب خواهیم داد تا که شما خوارج را بشناسید و از خوارج پرهیز بکنید. حالا ببینید، اولین عقیده باطلی همه خوارج هایی که در زمان حضرت علی رضی الله عنه برآمده بودند و حضرت علی اونها را، هزارها نفری اونها را در نهاروند به قتل رسانیدند، بجز 7 نفری که امروزه خوارج ها از اون 7 نفر است به وجود آمده است. و بعد از حضرت علی دیگر خوارج هایی که تا امروز هستند، اینها یک اصل اتفاقی دارند. اصلشان همین است که به گناه کبیره انسان را تکفیر میکنند و این عقیدهشان مخالف قرآن، مخالف سنت و مخالف سلف این امت از صحابگان است. و بیاید ببینیم
که بعد از این چی میگویند؟ یعنی هر کسی که بگوید که به گناه کبیره انسان کافر نمی شود، به زنا کردن، به عرق نوشیدن کافر نمی شود بگوید، یا یک آدمی عرق خور را که 2-3 مراتب عرق خورده است تکفیر نکند، این انسان هم کافر است. از همین جد اینها سلف رو کافر میگن و از این مذهبشون صحابگان حتی طعنهشون به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرود. چگونه ای که طعنه جهمی ها به پیامبر و صحابگان میرفت، طعنه خوارج هم لازم المذهبش، معالی مذهبش، یعنی عاقبت سخنش طعنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم است. شما خوب در جایهایی که ابو محمد کردی خوارج در همون بحثی که من با او کردم گوش بکنید. میگوید که ببینید عقیدهش رو میگوید که هر کسی که زنا بکند، دزدی بکند، عرق بنوشد کافر است. و بعد از این میگوید که هر کسی که مثلا عرق نوشی رو میگد، همین شراب نوشی رو گشته و برگشته انجام بدهد، یعنی 1 بار نه، 2 بار نه، 3-4 مرتبه همین شراب رو بنوشد و یک مسلمان دیگر این شراب نوش رو که بعد از 2-3 مرتبه شراب نوشیش دید تکفیر نکند، شراب نوش نه، آدم یک شراب نوش رو تکفیر نکند هم کافر است. مثلا شما یک آدم رو دیدید که 2-3 مرتبه شراب نوشید، اگر تکفیر نکنید شما هم کافرید. از نظری که ابو محمدی خوارجی کردی این سخنش تسجیلش رو خودش گذاشته و هست، در وقت صحبت من همین چیز هست، گوش میکنید. و ما حالا بیان میکنیم که این سخنش تکفیر به پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما اینها مشکلشون همین است که سخن علمای ما که ما میگن همه علمای شما مشرک است، همه علمای شما مشرک است میگن. حجتی که ابو محمد کردی خوارج به این سخنش می آورد که زنا کننده، دزد کننده، شراب نوشنده کافر است، حجتی آوردش این یک حدیث است و یک آیت است. حدیث متفق علیه است که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، یعنی امام بخاری و مسلم روایت میکنند. ابو هریره رضی الله عنه میگن که قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. و انا من حدیث، یعنی معنای حدیث همین است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن زنا کننده زنا نمیکند مگر اینکه در حالت زنا کردنش او مؤمن نیست، دزدی نمیکند مگر اینکه در حالت دزدی کردنش او مؤمن نیست، شراب نوش شراب نمی نوشد مگر اینکه در حالت شراب نوشش مؤمن است. یعنی زنا کننده، دزدی کننده، شراب نوشنده در بالای این عملش مؤمن نیست. انا من حجت رو می آورد و می گوید که زناکار، دزد و شراب نوش و مجرد این عمل رو انجام دادن کافر است و همین عمل رو 3-4 مرتبه تکرار کند، شما این رو تکفیر نکنید شما هم کافرید. عذر عرقخور رو تکفیر نکننده، کسی که به عرقخور عذر بدهد و هم کافر است اگر 2-3 مرتبه عذر بدهید. در اساس همین حدیث ما چی جواب میدیم؟ جواب ما این است که برادرانم و خواهران موحد، بله این حدیث صحیح است، متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم روایت کرده اند. شک نیست که حدیث صحیح است، امام بخاری و امام مسلم روایت کرده اند. اما آیا به همین حدیث ما اکتفا میکنیم و دیگر حدیث های رسول الله را نمی‌نگریم؟ نه، بلکه بیایید منهج را یاد بگیرید. منهج اهل سنت و جماعت چیست؟ یک حدیث را بگیرید، باید در همین موضوع دیگر حدیث های رسول الله را هم بگیرید. حدیث دیگر را کامل میکند. ما باید وقتی که یک آیت رو میفهمیم به زیرش حدیث رو بیاریم، آیت رو به حدیث فهمیم. خیلی که حضرت علی رضی الله عنه گفتند به ابن عباس که ابن عباس وقتی که به خوارج بحث مناظره میکنی، خوارج اگر به تو آیت بیارد تو به او حدیث بگو. وقتی که حدیث گفت فهمی صحابه رو میگوی، حالا که اینها فهمی صحابه رو قبول ندارن. بالاخره برادرم و خواهر موحدم، در باب زنا و در باب نوشیدن عرق و دزدی آیا یگان آیت و حدیث دیگر آمده است که آشکار گفته باشد که زنا کننده، شراب نوشنده و دزدی کننده کافر است؟
نه نآمده است. آیا این حدیث آشکار و واضح دلالت به کافر بودن اینها میکند؟ نمیکند. چرا؟ برای آنکه علما و همه علمای محدثین سلف صالح که از امام بخاری، مسلم، ابو داوود، نسائی، احمد ابن حنبل، امام مالک که صاحب کتاب موطأ هستند، همشون اینها علمای محققین، هم علمای جرح تعدیل و هم علمای محققین و متقدمین و سلف میگفتند که به اجماع این حدیث معناش این است که انسان ایمانش کامل نیست. یعنی کسی که زنا میکند در حالت زنا کردنش ایمانش کامل نیست. اصل ایمان را دارد، کافر نیست، اما ایمانش ضعیف است. مؤمن به ایمانه فاسق بکبیرته. به ایمانش مؤمن است، اصل ایمان را دارد، برای اینکه شرک اکبر کفر اکبر را نکرد، این عملش کفر اصغر است و فاسق است به همون کبیره، به همون کفر اصغر، زیرا که این کفر اصغر است، اکبر الکبائر است. و به این حدیث می آورند زیرا که سخن علما خود به خود پیدا نشد. چخیلی که این ابو محمد کردی خوارج میگد که این سخن علما میگد کفر است و عالم ها به همین سخنشون کافرن. چرا؟ میگد که از خودشون این گپ گفتند، شریعت ساختن. میگد هر کسی که شریعت سازد، قانون برآورد، کافر است. علما از خودشون شریعت برآوردند، قانون برآوردند، دروغ گفتند و کافرن. میگد ما میگیم ابو محمد کردی خوارج، ای جاهل، ای خبیث، ببین که تو وقتی که علما رو تکفیر میکنی از جهلت است و بغض و عداوت به اهل سنت داری. تو این عقیدت رو از معتزله و خوارج از کتاب امنا گرفتی. در حدیثی که ابو ذر الغفاری رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت میکنند، اومده است. این حدیث رو اولا امام بخاری روایت میکنند. امام بخاری با رقم 5827 روایت میکنند و این چنین امام مسلم با رقم 94 روایت میکنند. یعنی حدیث متفق علیه است. ابو ذر الغفاری رضی الله عنه میگن که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، من به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم که و علیه ثوب ابیض، رسول الله یک لباس سفید پوشیده بودند، رنگ لباس رسول الله سفید بود. و هو نائم، و رسول الله چی بودند؟ خواب بودند. ثم اتیته و قد استيقظ، و بار دیگر به نزد رسول، یعنی خواب بودند رسول الله، بعد از این گشتند، ابو ذر میگن که گشتند و باز یک بار دیگر به نزد رسول الله رفتم که رسول الله از خوابشون بیدار شده بودم. از خواب که بیدار شده بودند، ابو ذر غفاری گفتند ما من، یعنی فقال، رسول الله از خوابشون بیدار شدند و گفتند، یعنی ابو ذر غفاری نقل کرده شدند که رسول الله گفتند ما من عبد قال، هر یک بنده که بگوید لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، ثم مات على ذلك الا دخل الجنه، و بعد از این به همین سخنی گفته اش پابرجا بیستد و بمیرد داخل جنت میشد. یعنی چخیلی که حدیثی صحیح روایت امام مسلم کرده از ابو بلتعه رضی الله عنه روایت است که میگویند من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله، هر کسی که لا اله الا الله بگوید و کفر به طاغوت ورزد، خون مالش حرام است و حسابش در نزد الله است. یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگوید و رکن لا اله الا الله، کفر به طاغوت و ایمان به الله، دو رکن نفی و اثبات به جا بیارد، علم و البته از این شرط های هفتگانه که شرط صحت است، علم است و یقین است و صدق است و اخلاص است و قبول است و انقیاد است، به جا بیاورد، این داخل جنت میشد، زیرا که اصل ایمان رو به جا آورد. اگر نماز بخواند البته از اصل ایمان است. در همین حالت پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند داخل جنت میشد وقتی که یعنی رکن ها و شرط های لا اله الا الله رو به جا بیاورد. ابو ذر غفاری میگن که قلت، من گفتم به رسول الله، ای رسول الله، و این زنا و این سرق، اگر زنا بکند هم، اگر دزدی بکند هم کافر نمی شود، به جنت می درآید؟ یعنی اگر چیز زنا بکند و دزدی بکند هم امکانیتی به جنت رفتنش هست یا نیست؟ اگر چی توبه نکرده بمیرد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که قال و این زنا و این سرق، بله ای ابو ذر غفاری، اگر چی یک آدم موحد، آدم اصل توحید دارد، کفر به طاغوت دارد، شرک اکبر ندارد، کفر اکبر ندارد و این انسان الله و رسول دشنام نداد، استهزا نکرد و این انسان نماز ترک نکرد، این انسان لشکری طاغوت نیست، این انسان از اهل توحید باشد، اما زنا بکند هم از سبب شهوت، زنا را حلال گرد کافر است، اما زنا را حرام بداند اما از سبب شهوت زنا بکند، یا که عرق را بگویم، یا که دزدی کردن را حرام بگوید و دزدی بکند، یا شراب را حرام بگوید و بنوشد، از سبب شهوت یا ضعیفی ایمان
در این حالت این انسان با وجود این عملش عاقبت امرش جنت است. اگر توبه کرده پیش از مرگش بمیرد البته توبهش قبول است، یا که جزایش رو در این دنیا بگیرد. خیلی که در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن هر کسی که در این دنیا حدود بر بالایش جاری شد البته او بخشیده می شود. در روز قیامت این در این گناه کردهش حساب کتاب نیست، زیرا که جزایش رو در این دنیا گرفت، توبه صادقانه باشد. اما اگر توبه نکرده بمیرد در زیر مشیت الله است. اگر زنا بکند، دزدی بکند و توبه نکرده بمیرد هم در زیر مشیت الله است. الله خواهد میبخشد، نخواهد به جهنم میدرارد، عذاب میکشد و بالاخره از جهنم بیرون میشود و به جنت میرود. و این عمل 3 بار تکرار شد. ببینید، و این زنا و این سرق. یک بار دیگر ابوذر سوال دادن که ای پیامبر اگر چی زنا بکند و دزدی بکند هم جنت میرد؟ پیامبر گفتن و این زنا و این سرق. یک بار دیگر 3 مرتبه و این زنا و این سرق گفت. پیامبر گفتن و این زنا و این سرق. و در دوامش گفتن که علی رغم انف ابی ذر، اگرچه یعنی با وجود اصرار کردن ابوذر هم پیامبر صلی الله علیه و آله شدید گفتن که یعنی انسانی که موحد باشد و زنا بکند، اصل ایمان رو داشته باشد و دزدی بکند هم خیلی که ما به شما بیان کردیم در زیر مشیت الله است و عاقبت امرش جنت است. و این حدیث رو متفق علیه امام بخاری و مسلم روایت کردند، سندش 100% صحیح است. و اون حدیثی که پیش از این بیان کردیم اون هم حدیثی صحیح است. یعنی کسی که زنا میکند ایمانش از او بیرون میبراید، معناش کافر میشود نیست. از کجا فهمیدیم؟ از این حدیث ابو هریره روایت کرده فهمیدیم که پیامبر اگر کافر میبود او را میگفتند که به جنت داخل نمیشود اگر زنا بکند. چخیلی که در واقعه شرک اکبر، کفر اکبر، آیت قرآن آشکار است، حدیث آشکار است که کسی که کفر اکبر و شرک اکبر را میکند اگر توبه نکرده بمیرد داخل جهنم است. ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. لقد كفر الذين يوكي بيقولون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم. در کفر اکبر و شرک اکبر آیات قرآن آشکار است، واضح است. الله برای اونها جنت حرام کرده است. برای کافر جنت حرام است، برای مرتد جنت حرام است، برای مشرک جنت حرام است. اگر توبه نکرده بمیرد جنت حرام است. اما اگر گناهی کبیره کرده هم توبه نکرده بمیرد، گناه کبیره رو حرام گفته، زنا رو حرام گفته کرده باشد، زنا رو حلال نشمرده باشد، شراب رو حلال نشمرده باشد، دزدی رو حلال نشمرده باشد، بالاخره بمیرد مستحق عذاب است، در زیر مشیت الله است. الله خواهد میبخشد، نخواهد عذاب میکشد به مقدار گناهش و بالاخره به جنت میرود. این حدیثی خوارج ها نقل کرده رو شرحش رو از حدیث دیگر میفهمیم که امام بخاری و مسلم روایت کردند. هر دو حدیث رو هم امام بخاری و مسلم روایت کردند، اما خوارج ها فقط یک حدیث رو میگیرند. ابو محمدی کردی خوارج در همه صحبتش میگوید لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، یعنی زناکار زنا بکند او مؤمن نیست، یعنی کافر است. از کجا فهمیدی ای خوارج؟ میگوید که من از خودم فهمیدم. من به او بگویم که امام احمد ابن حنبل و امام مالک این سخن را نگفتند، امام شافعی ابو حنیفه این سخن را نگفتند، اوزاعی سفیان ثوری یا که ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی ابن ابو حاتم و عبدالله ابن احمد ابن حنبل این همه سلف این سخنی تو را نگفتند. میگوید که همه سلفی تو مشرکینند، همه این علمای تو گفته مشرکینند. آیا اینها مرتدند؟ این علما یا مرتدند؟ من به او سوال کردم در همون بحث و مناظره، خوب گوش بکنید. علما آیا مرتدند؟ میگد که نه مرتد نیستند، کفار اصلی اند. پس پدر این علمایی که تابعین بودند پدرهای این علما رو هم تکفیر میکنند. یعنی اینها میگد که پدرشون مرتد بودند، از مرتدها کافر تولد شد، کسانی که تولد شد کافر هستند. یعنی ابو احمد ابن حنبل در نزد این ابو محمد کردی خوارج چرا کافر است؟ ابو محمد کردی خوارج میگد که برای اینکه احمد ابن حنبل قانون برآورد، تشریع برآورد، یعنی کفر اکبر و اصغر گفت، اصغر رو از خودش به وجود آورد، شرک اصغر رو از خودش آورد، از همین جهت کافر است. یا که اجماع رو آورد و کافر شد، یا که مصلحه و مفسده آورد و کافر شد، تشریع مصدر تشریع رو ساخت و کافر شد. میگد از این مراد که احمد ابن حنبل، امام شافعی، این امام ها در اول مسلمان بودند، بعد از این قاعده ها رو برآوردند کافر شدند از نظر خوارج ها.
از نظر ابو محمد کردی، شاگردان ابو محمد کردی، پیروانش خوب دقت بدید برادران، خوب دقت بدید تناقض رو. از این میبراید که پیش از این قاعده در سن جوانیشون پیش از عالم شدن احمد ابن حنبل مسلمان بودن یا نبودن؟ خودی خوارجی میگه که بله. کی کافر شدن؟ بعد از قانون برآوردن کافر شدن میگه. اما وقتی که ما اینها رو قسطه میکنیم که شما این عالم ها رو مرتد میگویید، از نام این عالم ها حق ندارید گپ زدن و این عالم ها رو شهادت گپ زدن ندارید، میگن که نه اینها رو ما مرتد نمیگیم، اینها رو کفر اصلی میگیم. از این میبراید که احمد ابن حنبل رو اینها به خاطر اجماع رو حق است گفتن یا به خاطر شرک اصغر و بگویم کفر اصغر است گفتن تکفیر نکردند. اینها پیش از این مسئله گفتن که پدرهای این امام ها کافر بودند، اینها فرزندان کافر همش مرتد است گفتند. یعنی این ابو محمد کردی خوارج میگه که این 4 امام اصلا به اسلام داخل نشدن، اینا مرتد نمیگه، اینا مرتد نیستن، اینا کفر اصلی هم میگه. اعوذ بالله من ذلك. انا این است غلو، انا این است تناقض. ببینید در یک صحبت چقدر تناقض داره، لیکن شما از سبب نازک بودن این مسئله در اون بحث کوتاه ما نتوانستید فهمید. یعنی یک کس رو اگر مرتد بگوید معناش این است که این مسلمان بود مرتد شد، اما اگر کفر اصلی بگوید اصلا به اسلام حالا یگان بار ندارآمد، این وقتی که از پدر و مادرش تولد شده بود این چی بود؟ یعنی کافر بود. میگه اعوذ بالله من ذلک. انا اکنون فهمیدید که حدیثی که این خوارجی این جاهل ابو محمد کردی می آورد که پیامبر صلی الله علیه و گفتند الزانی لا یزنی حین یزنی و هو مؤمن، زیناکار زنا نمیکند مگر اینکه در حالت زنا کردنش مؤمن نیست، دزدی نمیکند مگر اینکه در حالت دزدی کردنش مؤمن نیست. معناش این است که این مؤمن کامل الایمان نیست، یعنی این مسلمان است اما مؤمن نیست، یعنی این مسلمان است اما ایمانش کامل نیست، ضعیف است. این فهم رو ما از کجا گرفتیم؟ از حدیث دیگری که امام بخاری و مسلم روایت کردند از ابو هریره رضی الله عنه، بگویم یا از ابو ذر رضی الله عنه. این حدیث اول و این زنا بگویم الزانی لا یزنی حین یزنی و هو مؤمن، این حدیث ابو هریره است، امام بخاری و مسلم روایت میکنند. حدیث دوم حدیث ابو ذر است که پیامبر میگن که زیناکار و دزد باشد هم جنت میرود. هر دوی این حدیث را جمع میکنیم و میبینیم که در حقیقت این گناههای شرک اکبر یا کفر اکبر نیست، بلکه بعد از شرک میستد، بعد از شرک، بعد از کفر اکبر. ما گناه ها را از همین جهت بعد از دیدن این آیات ها و حدیث ها علمای اهل سنت رو دیدیم که تقسیم کردن، گفتن شرک اکبر وجود دارد، کفر اکبر وجود دارد که اینها توبه نکرده بمیرد خالدا مخلدا فی النار است. خیلی که سوره نساء 48 به این دلالت میکرد. و بعد از این مرحله دومی گناه را داریم که شرک اصغر است که از کفر اکبر درجهش بالاتر است. این انسان البته که بخشیده نمیشود و عذاب میکشد و بالاخره جای شرک اصغر کننده هم بالاخره جنت میرود. شرک اصغر کرده بالاخره جنت میرود. اما کفر اصغر در زیر مشیت الله سبحانه و تعالی است. اما کفر اصغر و کفر بگویم شرک اصغر اینها انسان رو کافر نمیکند و از ملت اسلام بیرون نمیکند. چخیلی که حدیثی متفق علیه ابو ذر رو روایت کردیم که پیامبر گفتند هر کسی که توحید داشته باشد، کفر به طاغوت داشته باشد، لا اله الا الله را رکن و شرطش رو به جا بیارد، نماز و یعنی به نواقض اسلام واقع نشده باشد، زنا کند هم، شراب نوشد هم، دزدی بکند هم، بالاخره در زیر مشیت الله است. عاقبتش جنت رفت میرود، جنت است، عاقبتش جنت است. اگرچه عذاب بکشد، اگرچه الله او را عذاب بدهد، خواهد میبخشد، خواهد عذاب میدهد. انا این از سخن پیامبر. اما اینها قبول ندارند، اینها قبول ندارند. الان دیدید وقتی که من به ابو محمد کردی خوارج میگم که دلیل بیار برای مثلا کافر بودن شراب نوش، به من سوره مائده 91 رو تلاوت میکرد. انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان. این آیت به کافر بودنی سبحان الله شراب نوش چی دخل دارد؟ چی ربط دارد؟ هیچ ربطی ندارد. این آیت دلالت میکند که عرق حرام است. بله ما عرق شراب رو حرام میگوییم، همه امت اسلام شراب رو حرام میگوید و همه اجماع میکنند، همه امت اجماع میکنند که کسی که شراب رو حلال بگوید در بین مسلمان ها باشد کافر است. بجز خوارج ها که خوارج ها میگن که شراب رو حرام گفته نوشت هم کافر می شود و این عقیده خوارج است و این اصل خوارج است. بارک الله فیکم.
انکنون سوال به وجود می آید که برادرها آیا ما می توانیم که یک انسانی که بگوید که هر کسی گناه کبیره بکند او کافر است همین رو خوارج بگفتیم؟ آیا ما می توانیم یک کسی رو خوارج بگوییم وقتی که از او دیدیم که گفت هر کسی که گناه کبیره کند این کافر است؟ بله ما اینا حتما خوارج میگیم. به خاطر چی؟ اهل سنت در جماعت یک قاعده دارند، میگویند هر کسی که اصول مذهب یک دیگر مذهب رو قبول بکند یک بار از همون مذهب گفته میشود. با گناه کبیره تکفیر کردن این یک جزء از جزئیات مذهبی خوارج نه، این اصول و ریشه و اصلی مذهبی خوارج است. هر کسی که خودش اهل سنت در جماعت بگیرد و در بسیار مسئله ها قول خوارجی نداشته باشد اما بیاید بگوید که به گناه کبیره انسان کافر می شود، زنا کننده، شراب نوشنده و این چنین دزدی کننده اینها کافر است بگوید، این انسان 100% خوارج است، زیرا که اصولی معروف مقرری مذهبی خوارجی رو گفته است. و اینها این عقیدهشون رو امروز از کجا میگیرند؟ از عبادی ها میگیرند. در دولت عمان امروز عبادی ها وجود دارد، قاعدین کتاب ها دارند، از اونها میگیرند اما نام های علما رو گفته نمیتواند. ببینید خوارجی ابو محمد کردی این حدیث های امام بخاری آورده رو ضعیف میگوید. حدیثی که خودش آورد و این بگن لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، امام بخاری و مسلم روایت کردند، قبول میکند. اما حدیثی که باز امام مسلم و مسلم روایت کردند ابو ذر غفاری رو ضعیف میگوید. ما میگوییم که از کجا تو گفتی ضعیف؟ یگون جواب نیست. به من یک رساله روان کرده است، رساله به زبان فارسی نوشته شده است. شرم دار ابو محمد کردی خوارج که عربی رو حتی نمیدونی. وقتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگویی اعوذ بالله من شیطان الرجیم میگویی. خیر در حالتی بحث من به تو نگفتم، لیکن همین حالت تو رو بیان میکرد که یک جاهل بیش نیستی. اما مسئله باز میگردیم به علمی. این بود یک حجت که زنا و دزدی و شراب نوشی شرکی بگیم این کفری اصغر است. اما ما حدیثی دیگر رو میاریم، حدیثی که حدیث صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار و واضح بیان کردند که بارک الله فیکم کسی که شراب می نوشد او را کافر گفته نمی شود. حدیثی دیگر که امام بخاری روایت میکنند، بار دیگر میگم که این روایت رو هم این ابو محمد کردی خوارج ضعیف گفت. من از او سوال کردم چرا؟ جواب ندارد. بارک الله فیکم. حدیث در روایت امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک معامله کردند با یک مردی که یک چند بار شراب نوشید و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت شراب نوشی آمد. ببینید این حدیث مختصرا در روایت امام بخاری روایت شده است با رقم 6780. حدیث صحیح است، یعنی امام بخاری روایت میکنند و این چنین ابو یعلا در مسندشون با رقم 176 روایت میکنند، ابو نعیم در حلیه روایت میکنند و حدیث یعنی با اسناد صحیح ثابت شده است، با مجموع الطرق، با یک سند نه، با یک چند سند ثابت است. حدیث رو امام بخاری روایت میکنند. اما خوارج ها ببینید در یک حدیث میتواند که در یک چند کتاب آمده باشد و یک حدیث میتواند که یک چند سند داشته باشد. خوارج ها وقتی که یک حدیث رو ضعیف میگویند، حدیث رو سند ضعیفش رو میارند و ضعیف میگن، لیکن سند صحیح رو دارد، باز سند صحیح دارد، به اون نظر نمیکنند. یعنی به همین خاطر مردم رو گمراه کردن میخواند. این اعوذ بالله این خوارج ها. اینجا امام بخاری رحمه الله در صحیحشون ذکر میکنند که مختصر لفظش از عمر بن الخطاب است که عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل میکنند که ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد
فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. در شرح حدیث شما به فتح الباری ابن حجر اسقلانی نظر بکنید، به فتح الباری که از ابن رجب حنبلی است نظر کنید، به امام نووی و غیر دیگر از علما که در این مسئله سخنی کم کمی ذکر شده است از اونها نظر بکنید و از همه علمای اهل سنت و جماعت از سلف و خلف نظر بکنید. معنای حدیث همین است که امام بخاری رحمه الله روایت میکنند که عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفتند یک مرد در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم که نامش عبدالله بود و لقبش حمار بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم را میخندانید. بعضی شوخی ها میکرد و رسول الله را به بعضی سخنها میگفت، سخنهای غیر شرعی نه، سخنهای خنداور اما غیر شرعی نه میگفت، رسول الله را میخندانید. و یک مرتبه به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بود در حالت مستی شراب نوشی و رسول الله او را جلده زده بودند. جلده یعنی جلده و دره میگویم و جلده یعنی شیل دره که به خاطر شراب نوشی زده میشود، زده بودند. فاوتی به یوما، یک بار دیگر مرتبه دوم عرق نوشید که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را دیدند و باز رسول الله امر کردند که باز دره زده شد، با یک مرتبه دیگر چیل دره زده شد. و وقتی که دومین مرتبه یا مرتبه سوم این مرد شراب نوشید و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد یا که به همون بگویم به دست مسلمان ها واقع شد، در گرد و اطراف بوده مسلمان ها دیدند که این مرد باز شراب نوشیده است، به نزد رسول الله آوردند. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند که یعنی دره زده شود، جلده زده شود. اما یک انسان از بین صحابگان گفت که الله لعنتش کند این عرق نوش را، این شراب نوش را الله لعنت کند. ما اکثر ما یؤتی به، چقدر این انسان را بسیار آورده می شود در حالت مستیش. یعنی این دلالت میکند که این انسان عرق نوش شراب نوش یک چند مرتبه تکرارا بعد از دره زدن، بعد از جلده زدن، بعد از جزا گرفتنش با عرق نوشیده می آمد. از همین جهت این صحابه غضب کردند و گفتند که الله لعنتش کند که گشته و برگشته شراب می نوشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ گفتند که لا تلعنه، تو این عرق نوش رو لعنت نکن. فوالله قسم به الله که ما علمت انه یحب الله و رسوله، اون چی که من میدونم این الله و رسول دوست میدارد. یعنی این حدیث به من شما آشکار و واضح دلالت میکند که انسان عرق خور رو لعنت کرده عینا خودش رو نمیشود. همه یعنی حکم عموم عرق خور رو الله لعنت کرده است، پیامبر لعنت کردن عرق خور رو، اما در حکم عین البته انسان ها از انسان ها فرق دارد. و دومین چیز این است که ممکن است که یک انسانی که موحد باشد، اصل ایمان رو داشته باشد، عرق نوش باشد، هم الله و رسول را دوست دارد. چه که پیامبر قسم خوردند که این عرق نوش است اما الله و رسول را دوست می‌دارد. بله گناه دارد اما محبت الله و رسول دارد. ایمانش ضعیف است اما محبت الله و رسول را دارد. و این دلالت میکند که کسی که عرق می نوشد او را تکفیر کرده نمی شود، گرچند که عرق را یک چند مرتبه نوشته باشد، بلکه این انسان مسلمان است و برای او الله سبحانه و تعالی جزا آماده کرده است. اکنون این بود یک حدیث آشکار و واضح که سندش صحیح است، 100% امام بخاری روایت کردند و این بود فهم علما. و این دلالت میکند که ابو محمد کردی باز منهجش خوارج است و ضد حدیث صحیح امام بخاری و مسلم و دیگر اصل اسلام دارد کار میکند، ضد اصل مذهب اهل سنت و جماعت و ضد سلف صالح و صحابگان و قرآن و سنت است. و بعد از این فهمید که این یک گمراه است. و جواب دیگر این که چرا زنا کردن، دزدی کردن، شراب نوشیدن که در این حدیث آمد که پیامبر گفتند هر کسی که این عملها رو میکند ایمانش از او جدا میشود، مؤمن کامل نیست. گفتیم چرا مؤمن کامل نیست؟ حدیث ها رو آوردیم. این حدیث ها دلالت میکند که انسان کافر نمیشد و این چنین آیات های قرآن دلالت میکند که کسی که زنا میکند، دزدی میکند، این آدم کافر نیست. زیرا که الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد که من بدل دینه فقتلوه. پیامبر صلی الله علیه و سلم لا ينطق عن الهوى، از پیش خودشون صحبت نمیکردند.
پیامبر به امتشون فهموندن که هر کسی که دینش رو دیگر بکند، یعنی مشرک بشود، کشید، قتل بکنید. اما زیناکار رو و این چنین شراب نوش رو و این چنین دزد رو آیا کشید آمده است؟ نه، از این رو که کافر نشدند، برعکس به اینها حد آمده است. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید الزانی، یا که اولا السارق بگیم، السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما نکالا من الله، یعنی این مرد دزد و زن دزد رو دستش رو ببرید. این کافر است یا نیست؟ الله گفت، نگفت که این کافر است، گفت که اینها مسلمان است اما گناهی. ببینید در اساس حدیث قرآن رو شرح میتیم، مثل خوارج به فهم خودمون نمیگیریم. در اساس حدیث، در حدیث آمد که اینها کافر نیستند. از این میبرد که جزای این انسانی که گناه دزدی رو کرد، گناه بزرگ رو کرد، چی است؟ دست بریدن است، اما کافر نیست. اگر کافر میبود به دست بریدن این خلاص نمیشد، بلکه این حکمش قتل بود، یا توبه یا قتل. 3 روز وقت میتید کسی که دزدی کرد، اگر توبه نکرد سرش میزنید، قتل میکنید، همچون مرتد. اما الله سبحانه و تعالی نگفت که به این 3 روز وقتی توبه کند، بعد از این توبه نکند، بعد از این قتل کند و غیره، بلکه گفت دستش میبرید. توبه کند یا نکند دستش بریده میشود. توبه کردن این بین خودش، بین دزد و بین الله هست. توبه کند یا نکند دستش بریده میشود. اما این مسلمان است، مسلمان ناقص ایمان است. و در مسئله زیناکار الله سبحانه و تعالی خودش با جزا رو اعلان کرد و گفت الزانیة و الزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زنا کننده زن و زنا کننده مرد رو که اینها غیر محسن باشند، یعنی کسانی که یعنی یک دختری جوان که شوهر نکرده، غیر محسن همین معنا رو دارد. و مردی که زن نگرفته باشد، جوان دختر و جوان پسر اگر زنا بکند، اینها رو 100 زده می شود. و در حدیثی 3 اومده است که ترغیب و عام، 1 سال با اینها رو از همون منطقه به دیگر منطقه روان کرده می شود، از اینجا رد کرده می شود، پیش کرده می شود. بالاخره این حکمی کسایی است که زنا میکند. و این چنین الله سبحانه و تعالی آیت رو نازل کرد که تلاوتش منسوخ است، حکمش ثابت است. الشیخة و الشیخة اذا زنیا فرجموهما. یک انسانی که محسن است، یعنی زن و مردی که کلانسال است و زن و شوهر شده است، اینها اگر زنا بکند، یعنی یک زنی که شوهر داشت یا شوهر کرده بیوه شده بود، یا که یک مردی که زن داشت، بالاخره وقتی که اینها محسن ها زنا میکند، اینها رو سانسور کرده کشته میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات رو خودشون شرح دادن. در حدیث 3 آمده است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک زنی میگه که من زنا کردم، پیامبر من فرزنددار شدم، در شکم من فرزند است. پیامبر صلی الله علیه و سلم او رو نگفتن که تو کافر شدی، گفتن که برو تا زمانی که فرزند رو تولد میکنی. رفت فرزندش رو تولد کرد، تا همون زمان وای نماز میخون، وای زن زکاتش بگویم روزش رو میداشت و مسلمان حکم مسلمانی داشت. و بالاخره بعد از شیر دادن کودکش و بعد از این سانسور شد. این دلالت میکند که زنا کردن در اساس قرآن و در اساس سنت این کفر اکبر نیست، این کفر اصغر است. و کلمه کفر اصغر و شرک اصغر این کلمه شرعی است که در اساس همین چیز فهمیده شده است. کفر اصغر چیست؟ یک کفری که آدم را خارج از ملت اسلام نمیکند. کفر نعمه، کفر نعمت، این کفر اصغر است. یعنی کفر بگویم الله به شما نعمت داد، شکرگزاری نکردید، به اجماع علما این کفر اکبر نیست. بارک الله فیکم. و سخن ما بینا طولانی شد، ما میتونیم که در این باره صحبت‌های زیاد بکنیم، اما یک حدیث دیگر رو من به شما میرسونم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره شرک اصغر آشکار و واضح صحبت کردند. چخیلی که در حدیث صحیح آمده است که بارک الله فیکم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند سخت‌ترین چیزی که من برای شما میترسم ای امتم این چی است؟ شرک الاصغر. شرک اصغر. اخوف ما اخاف علیکم، سخت‌ترین چیزی که من به شما میترسم چی است؟ شرک الاصغر. صحابگان پرسیدند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر گفتند الریه، این ریو است.
ریا شرک اصغر است. حدیث بارک الله فیکم روایت شده است از صحابی جلیل شداد ابن اوس رضی الله عنه که میگویند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اخوف ما اخاف علی امتی، یعنی از همه چیزی که برای امتم سختتر میترسم در بعضی از روایت‌ها و در بعضی از روایت‌ها امتی علی امتیش وجود ندارد، بلکه سختترین چیزی که میترسم برای شما آمده است شرک الاصغر، شرک اصغر. بارک الله فیکم. و این حدیثی که شرک الاصغر در اینجا آشکار و واضح بیان شده است از محمود ابن لبیب رضی الله عنه است، از شداد نیو از محمود است. حدیث شداد را علما ضعیف میگویند، حدیثی که از شداد روایت شده است علما ضعیف میگویند، اما حدیثی که از محمود ابن لبید رضی الله عنه روایت شده است که در اینجا آشکار آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، همونو که من برای شما از همه چیزی که سخت‌تر میترسم شرک اصغر است. قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شرک الاصغر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شرک اصغر چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ریا است. و این رو کی روایت میکنند؟ امام احمد ابن حنبل در مسندشون روایت میکنند. سند حدیث چی هست؟ حکم سند حدیث چگونه است؟ البته علما در بالای این حدیث، در بالای بگویم حکمش اختلاف کردند، اما قول راجح همین است و قول اکثر علما همین است که حدیث صحیح است، روایتش ثقه هست. چخیلی که امام بغوی همین سخن رو میکنند، ابن حجر عسقلانی میکنند، ابن رجب میکنند و از علمای معاصر هم علمای محدثین معاصر این حدیث رو صحیح میدونند. و بارک الله فیکم میتونید در کتاب بغوی شرح السنه مجله 4 صفحه 201 نظر بکنید که این حدیث از عمرو بن ابی عمرو بن و عن عاصم ابن عمرو بن قتاده عن محمود ابن لبید روایت شده است. چی میگند؟ و هذا اسناد جيد، این اسنادش جيد است. میگند رجال كلهم ثقات، همه این مردایی که در این سند است ثقات است و رجال شیخین است بجز محمود ابن لبید. یعنی علما در بالای محمود ابن لبید اختلاف کردند که آیا صحابه بود یا تابعین بود و قول راجح همین است که میگند این صحابه بود و از مراسل صحابه است و قول جمهور علما همین است که مراسل صحابه حجت میشد، قبول است. پس بارک الله فیکم حدیثی صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار و واضح گفته ایستادند که شرک اصغر وجود دارد، شرک اصغر وجود دارد و این اجماع همه علما است، این اجماع همه علما است. بارک الله فیکم که همشون میگن که به اجماع علما ثابت است که شرک اصغر وجود دارد و کفر اصغر وجود دارد. قسم خوردن به غیر الله این شرک اصغر است، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر نکردند، یا که هر کلمه کفری که اومده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر نکردن کفر اصغر است. النیاحة المیت، به مرده گریه کردن، پیامبر گفتن کفر است. 4 فی امتی هما بهم کفر، در روایت 2 فی امتی هما بهم کفر گفتن. هما یعنی هما ضمیر باز میگردد به دو چیز، بله در اینجا دو چیز گفتند، النیاحة المیت و در روایت اومده است یعنی گریه کردن به بالای مرده، در روایت اومده است طعنه زدن به نسب کسی، فخر کردن به نسب خود و غیره، و بر روی زدن در حالت گریه کردن به مرده، اینا همش کفر است. در حدیث آشکار واضح کفر اومده است. اما همین عمل وقتی که در بین مسلمان ها دیده می شود ما ویها رو تکفیر نمی کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم تکفیر نکردند، همچنین انسان ها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر نکردند. بارک الله فیکم، خیلی که به شما معروف است. پس این بود حجت های ما در این 1 ساعت به شما بیان کردیم و شبهات اینها رو بیان کردیم. مختصر سخن رو ببینید. منهج اهل سنت و الجماعت همین است که گناه کبیره رو صاحبش رو تکفیر نمیکنن و در زیر مشیت الله است میگن و بالاخره عاقبت انسانی که موحد است و گناه کبیره کرده است، زنا، شراب نوشی یا دزدی، این چی است؟ جنت است. یا الله میبخشد یا که
عذاب میکشد در جهنم، بالاخره به جنت میرود. خیلی که حدیثی متفق علیه به این دلالت میکرد. دوم اینکه الله سبحانه و تعالی اگر اینها رو تکفیر میکرد آشکار بیان میکرد، خیلی که در کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر است، بلکه الله به این حد گذاشت. حد یعنی برای دزد دست بریدن، برای زینوکار در زدن، برای شرمنوش هم در زدن که از سنت پیامبر صلی الله علیه و ثابت شده است، حد دلالت میکرد که اینها کافر نیستن. اینها رو کافر نگفته، حد میزنه، جزا است، معروف است، زیرا که حکم کافر قتل است. و این حدیثی که میارن فهمش رو گفتیم که این ایمان رو بالکل نیست نمیگوید، بلکه ایمان انسان زینوکار کامل نیست. ایمان دارد، اصل ایمان رو دارد، اما کامل نیست. و بعد از این ما میگوییم که همه علمایی که شرک اصغر رو هست گفتند و کفر اصغر رو هست گفتند، این علما این فهم رو از فهم صحابه گرفتند و منهج اهل سنت و جماعت هم این است که قرآن و سنت رو به فهم صحابه بگیری. اما ابو محمد کردی خوارج میگه که نه، قرآن و سنت رو به فهم من میگیری. هر حدیثی که ابو محمد کردی جاهلی که از هیچ کسی تعلیم نگرفته ضعیف گفت، باید ضعیف بگویی، اگر ضعیف نگویی تو هم بگید یا تکفیر میشی. انا این بود رد اول ما با ابو محمد کردی خوارج و باذن الله سبحانه و تعالی در سخن دوممون درباره جهالتش نسبت منهج علما و تکفیرش، نسبت تکفیر ناحق به اهل اسلام صحبت میکنیم. بالخصوص علما رو چرا تکفیر میکند و منهجش کجاش باطل است، و صحبت سوم اینچنین به موضوع داخل میشه. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.